سلام خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از کانال میشن ورس. تو این ویدیو میخوام چند تا انیمه جذاب و باحال سینمایی بهتون معرفی کنم که خاص هستن. پس اگه دوست دارین با این انیمه آشناشین توصیه بهتون میکنم که سابسکرایب بلاگ یادتون نره که بریم سراغ معرفیشون. اولی انیمه که میخوام بهتون معرفی کنم باو بازدید کننده است یا باو د ویزیتور. این انیمه خیلی باحال و خفنیه. حتما مطمئنا این انیمه رو با نویسندش آشنایید. نویسنده این انیمه همون کسیه که انیمه جوجو رو درست کرده و فکر کنم شما این انیمه رو باش آشنا هستین. انیمه جوجو یا حداقل میمی نمیدونم تبلیغی یا صحنه‌ای از این انیمه رو دیدین که میدونین چقدر این انیمه خفنه. که نویسنده همون انیمه همونیه که این انیمه رو درست کرده. حالا بیاین در مورد داستانش صحبت میکنیم. داستان این انیمه در مورد یک سازمانیه که داره یه سری انگلا رو درست میکنه به نام باو که روی اسم انیمه هم بود. که این انگلا رو وقتی داخل مغز کار میذاری باعث میشه که تو به جونور تبدیل بشی، به قدرت ماورایی خیلی زیاد دست پیدا کنی که با استفاده از اون میتونی تو جنگل خیلی راحت برنده بشی و به قدرت زیادی برسی. این سازمان از این قدرت میخواد استفاده بکنه که به موفقیت اقتصادی، کنترل دنیا و چیزای دیگه برسه. و اولین نفری که این انگل داخل مغزش کار گذاشته شده بود فردی به نام ایکورو هست که داشتن انتقالش میدادن با قطار به سازمان و داخل یک محفظه هم نگهداریش میکردن تا اینکه دختری به نام سومیره که به خاطر قدرتاش توسط سازمان زندانی شده بود اون رو آزاد میکنه و هر دو نفر از اونجا فرار میکنن. ولی خب از اونجایی که این سازمان خیلی براش این انگل مهمه به همین راحتیه که آزادشون نمیذارن و میفتن دنبالشون که این اتفاقاییه که در ادامه میفته که خودتون باید ببینید. ژانرهای این انیمه اکشن، علمی تخیلی، پسرانه، هنرهای رزمی و قدرتیه. رده سنیش هم مثبت 17 ساله و شامل خشونت و فحاشی میشه. از نظر من این انیمه ارزش دیدن داره و انیمه خیلی باحالیه. توصیه بهتون میکنم این انیمه رو ببینید. انیمه بعدی ما کیکیز دلیوری سرویسه، یعنی سرویس پیک کیکی. اگه بخوام یه خلاصه از داستان این انیمه بهتون بگم، کیکی یک دانش آموز 13 ساله جادوگریه که باید یک سال تمام رو به تنهایی در یک شهر دور افتاده بگذرونه تا به یک جادوگر تمام عیار تبدیل بشه. وقتی خانواده و دوستانش رو به همراه گربه سیاهش جیجی ترک میکنه این سنت رو درک میکنه و از اونجا به بعد حالا کیکی داستان ما شروع میکنه به یادگیری جادوگری و در همون حینم با استفاده از اون چوب جادویی که برای رسیدن به مناطق مختلف میتونی باش پرواز بکنی استفاده میکنه برای اینکه پیکای کیک رو تحویل مشتریا بده. انیمه خیلی جذاب این انیمه و واقعا هم لذت بخش است. مثل انیمه استودیوی جیبلیه. از اون لحاظ خیلی باحاله. نمیدونم حالا برای خود این شرکت هست واقعا یا نه، چک نکردم. ولی خب ژانر این انیمه ماجراجویی، کمدی، درام، فانتزی هست و برنده جایزه هم شده. رده سنیش هم تمام سنینه، برای تمام سنین مناسبه و میتونین از ببینینش و لذت ببرین. از نظر من اگه بخواین این انیمه رو توصیه میکنم ببینین. این انیمه هم ارزش دیدن رو داره و جذابه. انیمه بعدی اسمش گنجی مونوگاتاریه یا همون داستان گنجی. داستانش هم در مورد اینه که در دوره هیان هیکارو گنجی فرزند نامشروع امپراتور زندگی ثروتمندانه به عنوان کارمند دولت داره. اون زمانش رو در دادگاه رو با نوشیدنی چای و رقصیدن میگذرونه و همچنین زندگی پیچیده‌ای هم داره. فقط بحث زمانه تا اینکه زندگیش رو از کنترل خارج بشه و با مشکلاتی بر بخوره که داخل داستان و داخل دیدن این انیمه متوجهش میشین. این انیمه سینمایی شامل 146 دقیقه است و ژانراش درام، عاشقانه، تاریخیه و رده سنی آر پلاس رو داره، یعنی اینکه مثبت 18 ساله و افراد بالای 18 سال باید ببیننش و از نظر منم انیمه جذابی نیست. من دلیل معرفی این انیمه رو باید بهتون بگم که بدونید چرا اصلا معرفیش کردم وقتی که انیمه جالبی نیست برای دیدن.
این انیمه برگرفته شده از اولین رمان جهانه که برمیگرده به اوایل سده 11 میلادی. این انیمه بیشتر جنبه مستند کردن داره برای هنرمندان و کسایی که میخوان رمان بنویسن و نویسنده هستن. تنها منابع فارسی زبانی هم که میتونین در موردش پیدا بکنین دفتری از داستان گینجی با ترجمه قدرت الله زاکری و ویکی‌پدیای فارسی است. خب در لابلای انیمه سینمایی بیاین یه چیز جالبم در موردشون بهتون بگم. به عنوان مثال خیلی هستن انیمه دراگون بال رو نگاه نمیکنن چون میگن قدیمیه، کیفیتش جذاب نیست، نمیدونم طولانیه، به خاطر طولانی بودن و قدیمی بودنش دارن اینا رو میگن که من برای اونا یه توصیه خیلی جالب دارم. دراگون بال شاید انیمش طولانی باشه ولی خب شما میتونین خیلی کوتاه و خیلی مختصر انیمه سینماییشو ببینید و با استفاده از اونا انیمه دراگون بال رو ادامه بدین و وقتی هم که انیمه سینماییشو دیدین و به جای خوب رسیدین که قسمت سریالای انیمه دراگون بال هست میتونین اون وقت ادامهش رو حالا با کیفیت مناسبی که انیمه جدیدش داره رو نگاه بکنین و ازش لذت ببرین. چرا این روش میتونه بهتر باشه برای شما؟ چون به خاطر اینکه هم کیفیت انیمه سینمایی بیشتره، بالاخره روش کار کردن دیگه، یه انیمه سینمایی دادن بیرون با کیفیت فوق‌العاده بهتر و همینطور هم مدت زمانش خیلی کمتر شده و شما خیلی سریعتر میتونین داستانو بفهمین و به قسمت جدید دراگون بال برسین. لازم به ذکرم است که من این انیمه رو معرفی نمیکنم چون توی این ویدیویی که الان رو صفحتون نمایش داده میشه که میتونین از لینک بالای ویدیو بگیرینش، اون انیمه رو معرفی کردم. دراگون بال منظورمه. اگه میخواین با این انیمه بیشتر آشناشین باید روی اون ویدیو کلیک کنین و از اونجا بفهمین اگه جریان این انیمه چیه اگه باش آشنا نیستی. که بعید میدونم یه انیمه بینی باشه و با دراگون بال آشنا نباشه. کلا انیمه دراگون بال مثبت 13 ساله و ژانرش هم اکشن و ماجراجویی و کمدی و فانتزی و علمی تخیلی و پسرانه است که هم میتونین سینماییاشو ببینین هم میتونین سریالاشو ببینین با زیرنویس فارسی. انیمه بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم این یکی دیگه خیلی خفنه، این یکی دیگه فوق‌العاده است، از اون خفناست. ومپایر هانتر دی 1000 سال در آینده دنیا به مکانی کاملا متفاوت تبدیل میشه. هیولاها آزادانه بر روی زمین پرسه میزنن و مردم هم با سلاحی با تکنولوژی بالا و مجهز شده به همراه اسبهای سایبرتیک زندگی خاکی و پست رو دارن که بیشتر مناسب قرنهای گذشته است. داستان متمرکز بر روی ومپایر هانتریه که شکارچی خوناشام که اسمش هم دیه که خودش یک دامپیره. نمیدونم دامپیر چیه ها، ولی خب داخل انیمه بهش اشاره میکنن دامپیره، مثل اینکه به یک نیمه انسان و یه نیمه خوناشام میگن دامپیر. فکر کنم انیمیشنی که بهتون معرفی کرده بودم به نام کسلوانیا رو یادتون باشه. اگه ندیدین واقعا متاسفم براتون. این لینک بالایی که براتون میاد روش کلیک کنین و حتما برین ببینینش. داخل انیمیشن کسلوانیا در مورد پادشاه خوناشاماست اگه یادتون باشه، اگه دیدی باشینش، که پسر پادشاه خوناشاما هم یک نیمه انسان و یک نیمه خوناشام هست. اینم دقیقا همونه، اینم فکر کنم پسر پادشاه خوناشاماست که من دقیق نمیدونم. خودتون باید ببینین انیمه رو که مطمئن بشین. و شروع کرده به چکار کردن خوناشاما که یکی از اون موویا داستانش اینه که یه دهکده خیلی کوچیک هست که مورد حمله هیولاها قرار میگیره و تحت حکمرانی ظالمانه کنت خوناشام اون منطقه است که یک خوناشام قدرتمند که هزاران ساله که بر اون سرزمین حکمرانی میکنه. وقتی دختر جوونی توسط اون کنت گاز گرفته میشه مجبور میشه فکر کنم تبدیل به همسر اون کنت بشه یا خودش تبدیل به خوناشام بشه، یه همچین حالتی که اونم به خاطر این مورد که از این مورد خوشش نمیاد از یک غریبه سرگردون درخواست کمک میکنه به نام دی که معلوم میشه بعداً دی یکی از ماهرترین شکارچیان خوناشام دنیاست و اونم تصمیم میگیره که به اون دختر کمک بکنه و اون قلعه‌ای که داخل کنت زندگی میکنه داخلش رو نابود بکنه. واقعا ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه هم بودین و اینکه تمام این انیمه‌های سینمایی هم که بهتون معرفی کردم همشون زیرنویس دارن، همشون. ولی خب
تو که قرار نیست منو تنها بذاری. نه معلومه که قرار نیست منو تنها بذاری. پس بیا این ویدیو رو ببین، روی صفحه داره به نمایش داده میشه. ببینیشو